خون بره برای نجات. بعد از آن که خداوند پسر ابراهیم را نجات داد، چندین سالها گذشتند. پسر به وایه رسیده عائله دار شد. خدا به وی 2 پسر عطا کرد. نام آنها عیسی و یعقوب بود. به خاطر ابراهیم پیغمبر خدا به یعقوب برکت داد. از همان وقت نسل ابراهیم و یعقوب خلق خداوند حسابیده می شوند. در مملکتی که یعقوب با فرزندانش زندگی می کرد خشکسالی شد. برای همین آنها به مصر کوچیدند. چخیلی که خدا وعده داده بود اولاد ابراهیم یعنی خلق خداوند در مصر به حد زیاد و پرزور شدند. این را دیده پادشاه مصر خواطر شد. وی با ظلم و زوری آنها را غلام کرد. چندین سالهای پر عذاب غلامی گذشتند. خلق خداوند از کاری سخت آه و واه کرده به خدا فغان کشیدند. خدا ناله آنها را شنید و عهد خود را که با ابراهیم بسته بود به یاد آورد. خداوند موسی را از بین خلق خودش دعوت کرد. او خواست که موسی آنها را از مصر برآورد و به زمینی که خدا به ابراهیم وعده داده است برد. موسی برای آزاد کردن خلق خداوند نزد پادشاه رفت. اما پادشاه مصر به گپ او گوش نکرد. بعد خدا به زمین مصر آفتهای زیادی را فرستاد تا پادشاه به خلق او اجازت دهد که از مصر روند. اما این آفتها به دل پادشاه تأثیر نکردند. در آخر خدا گفت که آفت مخصوصی را می فرستد. تنها بعد آن پادشاه به خلق خداوند اجازت می دهد که از مصر برآمده روند. این آفت مرگ را به فرزندان یکم هر عائله مصری و حیوانات آنها آورد. لیکن خدا برای خلق خودش راه نجات را تیار کرده بود. خدا به موسی گفت که آنها باید قربانی کنند. قربانی آنها باید بره 1 ساله فربه بی عیب باشد و از خون بره به بالا و پهلوی در خانه شان باید می مالیدند تا خداوند خون را دیده جان فرزندان خلق خودش را نگیرد. چون که خون بره به عوض خون فرزندان یکم آنها ریخته می شود. همین طور خلق خداوند به خدا اطاعت کرد. آنها تمام گفته های او را اجرا کردند. فرزندان یکم آنها از مرگ و خودشان از غلامی آزاد شدند. بعد با راهبری موسی به سوی سرزمینی که برای اولاد ابراهیم وعده شده بود روان شدند. همه فرزندان یکم مصریان مردند، چون که در عوض آنها بره قربانی نشده بود. خدا پسر ابراهیم و فرزندان یکم اولاد او را محض به واسطه قربانی نجات داد. بیایید حکایه های آینده را گوش کنیم و آنگاه درباره راه نجات خداوند برای آدمان خوبتر میفهمیم. چون که راه نجات را ندانسته نجات یافتن ناممکن است.